24 روستا با احداث یک سد. پای مافیای آب در میان است. سد خرسان 3 قرار روی رودخانه خرسان در شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری ساخته بشه. این سد با جنس بتونی با ارتفاع 195 متر و گفته میشه نیروگاه 400 مگاواتی این طرح قادره سالانه 1106 میلیون کیلووات ساعت برق تولید کنه. در نگاه اول شاید احداث این سد خیلی هم عالی باشه، اما حقیقت اینه که با ساخت این سد میراث بزرگ تاریخی سادات محمودی نابود میشه. 5 گونه درختی که در دنیا مشابه ندارن مثل بلوط ایرانی و بنه و بادام وحشی از بین میرن. درختانی با قدمت بیش از 100 سال قطع میشن و بخش مهمی از جاذبه های گردشگری ایران از جمله آبشار آتشگاه که طولانی ترین آبشار ایرانه هم از بین میرن. علاوه بر اثرات مخرب زیست محیطی روی زندگی انسانهای محلی هم تأثیر میذاره و 24 روستا با بیش از 8000 خانوار در 2 استان چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد زیر آب میره و میلیاردها تومان معیشت در حوزه زراعت، باغداری، دامداری، پرورش زنبور عسل و آبزی پروری هم نابود میشه. نکته قابل تأمل اینه که احداث این سد بدون هیچ مجوز قانونی و ارزیابی اثرات مخربش در دست اجراست و گفته میشه که پای فعالیت‌های پشت پرده مافیای آب در میونه. حالا هم سوال اینجاست که مسئولین کی قراره جلوی این پروژه که با نابودی علنی نصف ایران همراه رو بگیرن؟